سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به چنل یوتیوب من و اینکه خیلی شاید دوستان باشه. دمتون گرم بچه اگه از یوتیوب اومدیم، مثلا آشنایانی که بالاخره اذیت شدیم. مطلقا حالا لینکی چیزی گذاشتم که از اینستاگرام و چیزی اومدی. دمت گرم، یه رفیق واقعی هستی. و اینکه حالا دوستای دیگه از سالهای دیگه و این اومدین اولین ویدیو یوتیوب منو ببینید. بچه این اولین ویدیو یوتیوب ضبطی منه که قراره بره و اینو مطمئنم که قراره بذارم. خیلی گرفتم و نذاشتم. خیلی درگیر این چیزا رو میبینیم صفر. اون وریا حالا بعدا بهتون نشون میدم، خیلی مزخرف. این چیزی که میبینی این واسه میرر میشه. این داشتی که میبینی قربونش برم خیلی تو فکرم بود بذارمش. ببین اینه دیگه بچه، با دوتا تیشرت و چیزای مزخرف دارم شروع میکنم، ولی خوش اومد دیگه، سخت نگیریم به من. بچه خوش اومدین به کانال یوتیوب من و اینکه من آریو هستم، آریو اکسو هستم. این اولین ویدیو ضبطی منه و توی فضای مجازی به صورت استریمری برای یوتیوبری یه سری ویدیوهای قبلی مزخرف هم دارم. باحال بودم اون موقع. بعد اینکه خیلی خوشحالم که ارزش گذاشتین، تایم گذاشتین برای من و اومدین اولین ویدیوی من و این خوشحالی که من خودم دارم بخوام با شما به اشتراک بذارم رو اصلا یه چیز دیگه است واقعا. الان 3 ماه فکر کن دارم تلاش میکنم که یه سری تجهیزات و فلان و مخصوصا تو این گرونی و جنگ و من همین که گرفتم یه سری وسایل رو جنگ شد. تو اون جنگی من داشتم قطعه میخریدم که گفتم حداقل یه چیزی برسه، یه کاری بکنم. بعد اینکه هیچی، به زور و اجبار اولین ویدیو رو دارم ضبط میکنم با بیشترین به هم ریختگی. لحظه آخری پشت رو عوض کردم که خدا رو شکر عوض کردم، خیلی مزخرف قرار باشه. و اینکه خیلی خوشحالم، خیلی دوست دارم که لایک، سابسکرایب و منو تا انتهای ویدیو همراهی کنید. انتهای ویدیو هم نداره، چرا نمیدونم چرا اینو گفتم. هیچی، حالا یه ویدیو همجوری گرفتم واسه اولیه و خیلی خوشحالم. قرار خیلی اتفاقای جالب بیفته، قرار خیلی کار خوب بکنیم، قرار خیلی از دوستامون بیان، قرار با خیلی ها دوست بشیم و خیلی کارهای خوب بکنیم. گیم، ویدیوی جالب و خیلی انرژی قرار رها کنیم حاجی. خیلی واسه اکتشو بیام اونم، ولی خیلی قراره انرژی خالی کنیم، خیلی قراره انرژی رو بذاریم، خیلی قراره بیارم ویدیوها و ویلاگ های متفاوت، جای متفاوت، سفرهای متفاوت. دوستتون دارم، خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتی اومدی اولین ویدیوی منو ببینی. این برای من اندازه یک دنیا ارزش داره. نمیدونم چقدر شد، 3 دقیقه شد. 5 دقیقهش کنیم. ببین من که حالا اوورلی ها رو درست کردم، میبینی که اصلا اوورلی ها هم قشنگ نشده. صدای ویبرم من امیدوارم که چیزی نباشه. اینجوری ببین، خیلی ببین این کاری که دارم، ببین یه دقیقه دقت کن، اینو میبینی؟ این منم که این وری سمت چپی هم که اصلا خالیه، ولی اوورلی رو نگاه کن. ناز که بردمش رو تلویزیون، دارم اینجا بازی میکنم، دوست دارم بکنمش 5 دقیقه. من 1 دقیقه تایم دارم، شاید 1 دقیقه 50 ثانیهش مونده. یه دونه گل میزنم و بازی رو جمع میکنم، این ویدیو رو جمع میکنم. بریم بچه. یه دونه گل میزنم، یه دونه گل میخورم دیگه. مقصود من گل بود در هر صورت. فکر کنم دارم گل میخورم. ژوا پدرو بچه‌ها. من ببین از برج 2 یا 3 من پلاسم تمام شده که دیگه الان که برج 6 در خدمت شما هستیم. پاس گلم بدن فکر کنم قبول باشه. درست بابا، برو اونور. بیا. من یه دونه گل بزنم ویدیو رو جمع میکنم. تمام. وایسا. خوشحالیش هم دوست دارم. خوشحالیشه. گلالم زدم. این اولین ویدیوی من شد. بس خیلی تلاش کردم که یه دونه حرکت جالبم توی ویدیوم بزنم.
این تنها حرکت جالبی بود که توی FC25 خواستم بزنم. حالا ویدیوهای بعدی سه جالبم میزنم. آرمانو قراره بیارم. اسمش رو دادم ولی فامیلیشو نمیگم. یکی از بازیگرای محبوب ما و اینکه منتظر باشین قراره یه گیم پلی بیاد با هم بازی کنیم. خیلی ادعا میکرد که میتونه ببره و اینا، ولی خب تیم محبوب بر نمیداریم، تیم شانسی قرار برداریم و قرار بی‌نظیر بشه. بچه خیلی دوستتون دارم. اینم سعی میکنم بیشتر از این نکنم. الان چقدر شد؟ 5 دقیقه و 30 ثانیه. خیلی دوستتون دارم. اولین ویدیومه، خیلی انرژی دارم و نمیدونم دارم چیکار میکنم. فقط میدونم که خیلی خوشحالم که اولین ویدیومو گرفتم. حسیات گرفتم. امیدوارم صدای میکروفون، کیفیت و حجم، البته حجمش که قرار بیارم پایین، اذیتتون نکنه. خیلی ممنونم که اومدید ویدیو رو دید. تا چشم هم بذارید هاشمی نیست.